سپس دلیل‌هایی که حروف و کلمه‌ها داشتن قرآن بیان می‌نماید. این قرآن از حرف و از کلمه‌ها عبارت هستند بیان می‌نماید. قال تعالی علی می‌فرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این قرآن آیه‌های روشن است در سینه‌های آنهایی که به آن علم داده می‌شود جایگیر است. و الله سبحانه و تعالی قسم یاد می‌کند می‌فرماید انه لقرآن کریم. به درستی که این قرآن کریم است. فی کتاب مکنون. در کتاب نگاه داشته شده است. لا یمسه الا المطهرون. که این قرآن را دست نمیزنند بجز پاکان. در سوره واقعه. و الله میفرماید کاف ها یا عین صاد. در سوره مریم، در آغاز سوره مریم، سوره 29 که الله سبحانه در اینجا با حرفهای مقطعه مثال می آورد. کاف ها یا عین صاد بیانگر آن است که قرآن از حرفها عبارت است، از کلمه ها عبارت است، در حالی که 29 سوره از قرآن با این حرفهای مقطعه آغاز شده هستند. پس این آیه های قرآن بیانگری آن است که قرآن کلام الله است و کلام الله از حرفها و کلمه ها عبارت است.